داستانم در مورد رویی هستش که 2 دفعه توی زندگیم دیدم. دفعه اول تو اتاق مامان بابام وایساده بودم و داشتم با پدر مریضم که توی بستر مرگ بود حرف می‌زدم. اون موقع تو مرحله 4 سرطان مری بود. ناگهان حس کردم یه چیزی پشت سرمه. به سمت در اتاق نگاه کردم و دیدم یه چیز کاملا سیاه حدود 1.5 متر با 2 تا شاخ و چشمای قرمز خونی از گوشه در سرشو کرده بیرون و دستاشو هم روی قاب در گذاشته بود. دویدم سمتش ولی سری رفت و وقتی به بیرون در نگاه کردم هیچی اونجا نبود. وقتی برگشتم پیش بابام حسابی گیج شده بودم و منم در مورد چیزی که دیده بودم بهش گفتم. روزای آخر زندگی بابام بود و آدمایی که پیشمون می اومدن هم میگفتن که اون موجود رو دیدن. مامانم چندی بار اونو تو جاهای مختلف دیده بود. تا اینکه بالاخره بابام فوت کرد. 4 ماه گذشت. برادر بزرگم لوک تو کما بود. من و مامانم رفته بودیم بیمارستان دیدنش و وقتی وارد اتاقش شدیم قلبمون از ترس ریخت. دوباره اون موجود رو دیدیم. البته این بار خیلی بلندتر بود. درست روی بدن لوک ایستاده بود و بهش نگاه میکرد. موجود تا متوجه حضور ما شد بهمون نگاه کرد. چشماشو بست و غیب شد. اون شب اصلا نتونستم بخوابم. همش حس میکردم یکی داره بهم نگاه میکنه. میدونین من حس میکنم موجودی که دوستم دیده روح سرگردون یه آدم بوده. خب البته با توجه به اون نشونه ها میتونه شیطانم باشه. شاید هم فرشته مرگ بوده چون قبل از فوت باباشم دیده بودش. به نظر شما چی بوده؟